بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. برادران و خواهران عزیز در تاجیکستان، مطلب مهمی هست که امیدوارم که به این با دقت گوش بدید. قضیه خیلی مهمی است که ارتباط مستقیم داره با عزت ما، با شرف ما، با عقیده و با دین مبین اسلام. روزی رو اختصاص دادن در جهان به نام روز زن. هدف از احیای این روز، ساختن این روز، به فحشا و به فساد کشاندن زنان مسلمان در کشورهای اسلامی است. این روز در کشورهای غربی، در اروپا و در امریکا این روز رو تجلیل میکنن. چرا تا همین چند سال اخیر در این کشورها زنها حقوقی نداشتند. اصلا اینها رو انسان حساب نمیکردن. علمای یهود و نصارا جمع شده بودن در مورد اینکه آیا زن روح داره یا نداره، با هم دیگه مناقشه میکردن. در همین چند سال گذشته. و اگر روح داره، آیا روح انسانی است یا روح حیوانی؟ الله سبحانه و تعالی قبل از 1400 سال زنها رو در اسلام به چند دسته تقسیم میکنه. زن یا مادر است که الله سبحانه و تعالی میگه و بالوالدین احسانا. زن دختر است. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند کسی که یکی، دو تا، سه تا دختر رو تربیت بکنه، من جنت رو برای او ضامن هستم. زن همسر است که یک مرد مسلمان باید به همسرش نیکی بکنه، احسان بکنه طبق دستور رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم همه حقوق رو برای زنهای مسلمان ذکر کرده. مانند بزرگترین حقوق همین است که الله سبحانه و تعالی میگه که زن رو از جنس خود مرد، یعنی از همون خاکی که مرد از اون به وجود آمد، از همون جنس، از نفس خود، میگن که از دنده های، از قبرقه های طرف چپ آدم علیه السلام زن رو الله سبحانه و تعالی خلق کرد تا برای ما بگوید که زن هم مانند ماست. هیچ فرق و برتری مردها بر زنها ندارن الا به تقوا، در عبادت ها، در همه امور. یک روزی رو برای زنها به نام روز زن، روز 8 مارچ رو تعیین کردن که در این روز دختران شما رو، زنان شما رو به کوچه ها، به خیابان ها بکشانن، با رقص و با موسیقی و با پایکوبی لذت ببرن از دیدن بدنهای برهنه زنها. اینها گرگهای وحشی هستن. این حاکمانی که روز 8 مارچ رو تجلیل میکنن و زنها رو میکشانن به کوچه و خیابانها، اینها گرگهایی هستن که میخوان از دیدن بدنهای عریان زنان شما، خواهران شما، مادران شما و دختران شما لذت ببرن. این روز در حقیقت روز زنها نیست. این روز 8 مارچ رو که این کشورهایی که درست کردن، روز لذت و شهوترانی این حاکمان ظالمی است که میخوان مردم رو به فسق و به فساد بکشانن. در دین مبین اسلام، در نزد ما مسلمانان، هر روز روز زن است. هر روزی که شما دست پدر و مادرتان رو میبوسید، آن روز روز زن است. هر روزی که زحمت میکشید، نفقه حلال برای همسرتان و برای دخترانتان و برای خانوادهتان پیدا میکنید، اون روز برای مسلمان ها روز زن است. انسان در هر لحظه، در هر روز، در هر ماه، در هر سال تا که زنده است باید اون قدر و منزلتی رو که همه این طبقات زنها، چه مادر، چه همسر، چه خواهر و چه دختر باشه، باید مراعات بکنه. به همین دلیل درخواست ما از برادران و خواهران عزیزمون در تاجیکستان و کشورهایی که این روز رو تجلیل میکنن این است که با عدم مشارکت در این روز مشت محکمی بزنید به دهن این طواغیت و این ظالمان و این گرگ‌های درنده که با کانسرت ها و با موسیقی و با رقص ها میخواهند که زنان مسلمان را به فحشا و به فساد بکشانند. صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.